همسر پردرآمدترین ورزشگاه دنیا چقدر پول در میاره؟ جورجینا رودریگز هر ماه فقط 55 تا 110 هزار دلار از رونالدو پول تو جیبی میگیره که پول ما میشه ماهی 2.5 تا 5.5 میلیارد تومان. رونالدو که امسال با 121 میلیون یورو درآمد رکورد گینس پردرآمدترین ورزشگاه سال رو شکست، یک کارت واسه خریدای ضروری به جورجینا داد که توش 250 میلیارد تومان پول. جورجینا که پیش از آشنایی با رونالدو زندگی سختی داشته، حالا وارد صنعت مدلینگ شده و برای هر پست اینستاگرامی 450 میلیون تومان، برای هر مصاحبه 5.5 میلیارد تومان دریافت میکنه. جورجینا که در حال حاضر به همراه رونالدو و 5 فرزند در عربستان زندگی میکنه، هنوز همسر رسمی رونالدو نیست و زندگیشو زیر یک سقف با قوانین عربستان همخوانی ندارد، اما به نظر مقامات این کشور به خاطر پیشرفت فوتبال کشورشون حتی حاضر قوانین قدیمیشون رو تغییر بدن.